امروز 27 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. من شعله گلخوجه هستم. سلام. نخست سرخط موضوعهای روز. عدالت خواست اما تحت بازجویی قرار گرفت. در ولایت ختلون نسبت جوانی لطوکوب شده پرونده باز کردند. رهبر کره شمالی پیاده وارد خاک کره جنوبی شد. چنین ملاقات در 70 سال اخیر بار اول صورت میگیرد. سیمکارت مخصوص رایگان برای سیاحان. شرکت‌های موبیلی تاجیکستان در جلب جهانگردان خارجی کمک میکنند. SMS پیامک‌ها با 3 زبان درباره جمهوری تاجیکستان، مهمانخانه‌ها، شرکت‌های خدمت‌رسانی نقلیاتی روی اکران می‌برند. دادستانی ولایت ختلون نسبت اسکندر افرنگов ساکن نویه مومین‌آباد پرونده باز کرده است. تقریباً 10 روز پیش نزدیکان این جوان 33 ساله به دادستانی کل شکایت بردند چند میلیسای نویه را در لطوکوبی او متهم نمودند. اما ظاهراً اکنون خود اسکندر در کرسی عیبداری میشیند. تفصیلات از میرزا نبی خالقزاد. نزدیکان ساکن ناحیه مومین‌آباد اسکندر افرنگов امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که شعبه کارهای داخلی همین ناحیه در نسبت او باز دوباره یک پرونده با جرم اوباشی باز کردند که گویا اسکندر افرنگov وقتی که اون در هفته گذشته به شعبه کارهای داخلی ناحیه به زوری از طرف کارمندان این شعبه برده شده بود، با پسر رئیس ناحیه که در این شعبه دوره تجربه آموزی خودش را همچون کورسانت ادامه میداد، گویا کرتکه او را با دستانش درانده باشد و در نسبت او همین گونه یعنی یک با جرم اوباشی پرونده باز شده باشد از طرف دادستانی شهر قرغن‌تپه. سفرما ظریف و مادر اسکندر افرنگov امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هفته گذشته اسکندر یعنی پسرش را با ماشین بار نموده به طرف شهر قرغن‌تپه میبرن و در دادستانی کل در دادستانی شهر قرغن‌تپه با پیشنهاد کارمندان با شکایتی و عریضه کارمندان شعبه داخلی ناحیه مومین‌آباد در نسبت او همین پرونده را باز میکنند. امروز ما توانستیم که با طریق تلفن با سفر نوروف یکی از کارمندان سابقه دار شعبه کارهای داخلی ناحیه مومین‌آباد تماس داشته باشیم و سفر نوروف در صحبت با ما تصدیق کرد که در حقیقت شب روزی که افرنگov اسکندر آورده شده بود پسر رئیس ناحیه در اینجا دوره تجربه آموزی خودش را پس سر میکرد و اما وی رد کرد که گویا پسر رئیس ناحیه با وی یگان رفتار ناشایسته کرده باشد. رو می‌ریم با موضوع جهانی. رهبر کره شمالی کیم یونگ اون و مون جای این پرزیدنت کره جنوبی در منطقه غیر نظامی بین دو کشور روز 27 اپریل دیدار کردند. چون این ملاقات در سطح بلند بار اول است که در 10 سال اخیر صورت می‌گیرد. لحظه‌های دیدار دو طرف و یک جای قدم زدن آنها در حالی است که سال گذشته کره شمالی چند دفعه موشک و یک دفعه آزمایش اتمی انجام داد. رهبران دو کشور درباره اوری از اسلحه اتمی اعلان کردن نیم جزیره کوریا و استقراری صلح پایدار در نیم جزیره گفتگوی جدی و صمیمی داشتند. کره جنوبی و شمالی بعد ختم جنگ در سال 1953 تا کنون عهدنامه صلح امضا نکردند. رهبر شرکت TBI چین که مرکز برق و گرمایدهی را در دوشنبه ساخت گفته است اگر طلاهای 2 کن خراجات شرکتش را برای ساختمان این مرکز نپوشاند حکومت تاجیکستان راضی است به این شرکت باز کنهای دیگر را بدهد. شرکت مذکور با خرج 349 میلیون دلار در سال 2016 مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه 2 را بنیاد کرد. عبدالله اشورов این مسئله را خوب می‌داند. عبدالله سلام. چرا شرکت چینی از تاجیکستان کنهای بیشتر طمع دارد؟ شرکت TBI از اکسیم بانک چین قرض گرفته این نیروگاه 400 مگاواتی را در دوشنبه ساخت. بر عوض تاجیکستان به این شرکت چینی 2 کن تیلرو را در ناحیه عینی، کومرغ بالا و دوآبه شرقی را تقدیم کرد. حالا از گفته رهبر این شرکت که رسانه چینی او را اقتباس میکند برمی آید که آنها هنوز به این 2 کن قانع نیستند. جانسین رهبر شرکت گفته است حکومت تاجیکستان رضایت داده است که اگر طلای این 2 کن خرج ساختمان مرکز برق و گرمایدهی دوشنبه 2 را روی پوش نکند باز به این شرکت کانهای اضافی میدهند. اما مسئولان تاجیکستان میگویند طلای این 2 کن نه تنها خراجات شرکت را میپوشاند بلکه از آن بیشتر است. آیا ذخیره های طلای این 2 کن معلوم است عبدالله؟
شرکت TBI که اخیراً ذخیره‌های این دکان را از نو ارزیابی کرد، حجم ذخیره‌های آن را اعلان نمی‌کند و آن را یک سری تجارتی می‌داند. اما آموزش‌های تنها کان دوآبه شرقی هنوز در زمان شوروی ذخیره طلای آن را بیش از 117 تانه ارزیابی کرده بودند. تشکر عبدالله. بیننده عزیز، تفصیلات این موضوع را می‌توانید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید. مقامات تاجیکستان ادعای سامانه روسی دیسرنت را دروغ و بیهودگویی خواندند. این سامانه در چند ماه اخیر بیش از 20 عالم تاجیک با شمول مقامات بلندپایه را به اثردزدی متهم کرد. نمایندگان ساختارهای مختلف تاجیکستان روز گذشته در دوشنبه در نشست چنین خبرها را هجوم‌های اطلاعاتی نام بردند که باید به آنها جواب مناسب داده شود. چرا دیسرنت به رساله‌های علمی تاجیکان توجه کرد؟ در گزارش همکارانمان از نستایش وریمه می‌بینیم. عالم با نام سابیروف که ما می‌دانیم رساله علمیش را روی بردار کرده سال 2009 حمایت کرده است. او رساله خود را از عالم دیگری که سال 2002 حمایت کرده بود رو بردار کرده است. خلاصه علم سابیروف این است که رساله عالم دیگر را گرفته کلمه روسیه را به تاجیکستان عوض کرده است. عالم سابیروف معاون رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان است. از روی مقام این دانشگاه مهمترین دانشگاه در کشور به حساب می رود. سابیروف تنها نیست، مثل او با گفته دیسرنت زیادند. این نام‌هایی هستند که اخیراً در دیسرنت نشر شدند. عبدالواسع حکیموف رئیس یکی از فاندهای بانک ملی تاجیکستان، نامزد علم‌های اقتصادی، اصلی نظروف رئیس سابق شرکت برق تاجیک، نامزد علم‌های اقتصادی، دولتشاه گل محمدوف رئیس ولایت ختلان، اندری رستوفسف یکی از مؤسسان دیسرنت میگوید نه تنها کار عالمان تاجیکستان بلکه دیسرتاسی‌های عالمان اوکراین و مغولستان را هم تحقیق کردند. 10 سال پیش میگفتند که رساله های علمی را کسی نمیخواند. اینها را به کتابخانه ها میبرند و در آنجا چنگ خورده خواب میکنند. همه این رساله هایی که ما دربارهشان میگوییم تصادفی نیستند. این یک فسادکاری روی راست است. مؤلف اگر اینها را مؤلف گفتن ممکن باشد پول میدهد و این پول ها از آشیانه یکم این فساد، از آنهایی که این کتابچه ها را برای آنها می نویسند تا به بالا می رسد. پس اینجا سوالی هست که برای منصبداران تاجیک عنوان علمی چی ضرور است؟ کارشناس حفیظ بابایارف میگوید عنوان علمی یک نوع نشان دادن لیاقت خود به کرسی می باشد. تا جایی که من میدانم هستند گروه هایی که در خود تاجیکستان و هم بیرون از تاجیکستان که به همین گونه مثلا کار یا به همین گونه بیزنس مشغول هستند. به جای عنوانجو دیگران می. اما مقامات رسمی تاجیکستان فاشکاری های دیسرنت را در یک نشست در دوشنبه هجوم اطلاعاتی خارجی برانگیختن فتنه به ضد دولت تاجیکستان نامیدند. هنگام بررسی امنیت اطلاعاتی آنها گفتند که اقدام های دیسرنت هم بخشی از این حمله هاست. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در پایتخت ارمنستان شهر یریوان روز 26 اپریل تظاهرات مخالفان ادامه کرد. از جمله صدها دانشجو در این تظاهرات شرکت داشتند. هرچند رئیس پارلمان گفت که نخست وزیر نو را روز 1 می انتخاب میکنند. در این روز بخش ارمنی رادیو آزادی با ارمن سارکسیان رئیس جمهوری ارمنستان صحبت اختصاصی انجام داد و از جمله نظر او را درباره تحولات سیاسی پرسید. با اندیشه من نقش پرزیدنت در کشور پارلمانی رهبر دولت و حامی کنستیتوسیه است. جنبه های دیگری هست ولی عین زمان با نظرداشت شرایط همین دو نقش اصلی رئیس جمهور است. آنچه که حالا در ارمنستان بعد چند سال تظاهرات به وقوع می‌پیوندد این است که ما به سمت روند دموکراسی حرکت داریم. روند دموکراسی ما را به بلندترین نهاد دموکراتی می‌رساند که آن هم پارلمان ارمنستان است. نتیجه این همه مکالمه ها در پارلمان حل می شود و از راه انتخاب نخست وزیر و بعداً حکومت. اگر ما همه این و مشکلات را که در تظاهرات برداشته شد درست و مناسب حل کنیم، پس می توانیم افتخار کنیم که در راه واقعی رساندن ارمنستان به کشور دموکراتی واقعی هستیم.
which were raised during the demonstration will be eventually resolved. سوالی دیگر از رئیس جمهوری ارمنستان این بود که آیا با ادعاها درباره دخالت از خارج بر روندهای سیاسی باور دارد؟ من شخصا هیچ دخالتی را نمی بینم. ما خودمون سالها مشکلات داشتیم که جمع می شد و باید رفع می شدن. امروز همین اتفاق می افتد. ارمنستان در خلا نیست. کشورهای زیاد در اطراف ما، دوستان و نارفیقان ما به حادثه های ارمنستان توجه زیاد دارند. این به ما وابسته است که به آنها اجازت می دهیم تأثیر گذارند یا نه. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان زیاد شدن خودکشی نابالغان باعث نگرانی والدین شده است. بنا به اطلاع مقامات تنها در سال گذشته بیش از 80 نفر از قصد به جان خود کردند. دلیل دست و دل شستن اکثریت آنها از زندگی ناروشن است. همکاران ما پی این موضوع رفتند. مراسم ماتم تنگم 14 ساله است که بابایش تن نیمجانی دربند آویزان او را اینجا پیدا کرد. اشکال نبوده، اسپاسات نکردم با هم خود زدن گردنش را باند بریدن. با گفتی بابای سمندر نبیرش تا بیمارستان نفس میگرفت اما آنجا جان داد. من خواستم اسپاسات کنم گفتم اسکاری بردم در اسکاری درم بودم که صاف کرد. در تاجیکستان سال گذشته هر ماه تا 7 نورس به شیوه‌های گوناگون خودکشی کردند که سبب‌های از نصف زیاد این شماره نامعلوم است. بابای سمندر نیز که نبیرش را از دست داده است پیوسته از خود میپرسد که چرا نبیرش به این عمل دست زد. خیلی ما حیرانم چیکار کرده، چقدر عقلش گرفته، چیکار کرده، چی ظلم گذشته که ما اینا نمیفهمم. روانشناسان برعکس بر اینند تمایل به خودکشی نورسان را والدین می توانند پی ببرند و پیشگیری کنند. میل خودکشی روند یک لحظه نبوده، هفته ها و ماه ها در کودک شکل می گیرد. وقتی اعتراض آغاز می شود، وقتی که نیتی وای به خودکشی می شود، مثلا عبارت از حساب نطقی، مثلا در نطقی و عباره‌هایی که مثلا من از دنیا میگذرم بعد به قدری من میرسه، من از زندگی کردن سیر شدم، من دیگر نمیخوام خیلی زندگی کردن و غیره و غیره را مثلا استفاده میبرد. با رفتار خود کودک در این مدت به نزدیکانش پیام میرساند که چیزی او را رنج میدهد. در حل مشکل خود را ناتوان میبیند. کسی به همین چیز مثلا توجه نمیکرد که برای چی همین خیل میشد، برای چی اون خیل میشد، همه این حالتو. بعضا هم جواب پرسش ها در رفتار پدر و مادر نهفته است. نورسوی مهر و محبت والدین یعنی تشنگی ایموشنالی کودک میتواند که عمل خودکشی را به وجود بیارد. و در تاجیکستان سیم کارت نو معرفی شد که امکان میدهد سیاح بدون راه بلد معلومات ضروری را پیدا کند. این سیم کارت ها از جانب خدمات علاقه و کمیته رشد سیاحی ساخته شده است. سروینوزی روح‌الله در این باره معلومات میدهد. اطلاعات ضروری در تلفنم برای من سیاح خیلی مهم است. مثلا بدون پرسیدن نفر میدونم که نقطه مبادله اسعار در کجاست و نزدیکترین تاکسی در کجا قرار دارد، یا درباره موضع جایگیرشوی هم معلومات میگیرم یا با شرکت های سیاحی برای کمک در تماس میشوم. اندیا کاسیم از امریکاست و هر سال به کشور سیاحت میکند. بعد از تماشای استان و بیشکک چند روز باز در دوشنبه قرار دارد. میگوید برای یک سیاح داشتن معلومات ضروری در تلفن همراه بسیار ضرور است، خصوصا در کشوری مثل تاجیکستان که نه هر یک ساکن محلی زبان انگلیسی را میفهمد. در این بسته سیم کارتی است که عیناً معلومات ضروری برای اندیا کاسیم را در خود دارد. این یک خدمت رسانی جدید برای سیاحان است. هنگام فعال نمودن سیم کارت ها SMS پیامک ها با 3 زبان درباره جمهوری تاجیکستان، مهمانخانه ها، شرکت های خدمت رسانی نقلیاتی روی اکران میبرند و سیاحان میتوانند از این خدمت رسانی ها به طور وسیع استفاده برند. در تاجیکستان این نخستین تجربه است و برای بهتر شدن وضع سیاحی و جلب بیشتری آنها روانه شده است. با این گزارش برنامه امروز را انجام میدیم، اما من همه شما را روز دوشنبه در برنامه منتظرم. تشکر برای همراهی.